سلام، من مهزیار پاکزاد. امروز اومدیم با هم دیگه مقایسه کنیم که چرا ما بعد از 16 سویچ کنیم روی 17. اولین و بزرگترین چیز که باید بهش اشاره کنیم صفحه نمایشه که از 60 هرتز شده 120 هرتز، یعنی شما صفحه نمایشتون 2 برابر سرعتش بیشتر شده. گزینه بعدیمون روشناییش میشه که از 2200 نیت شده 3000 نیت. تفاوتشو بیشتر شما میتونید زیر نور مستقیم آفتاب یه جایی که خیلی روشن احساس کنید. میریم برای دوربین وایدش از 12 مگاپیکسل شده 48 مگاپیکسل که آپدیت خیلی خفنیه توی دوربین وایدش. دوربین سلفیش هم از 12-18 شده که بسیار با کیفیت تر شده. گزینه سنتر استیج بهش اضافه شده که شما رو توی هر زاویه دنبال میکنه و گزینه دوال کپچر که اضافه شده به شما این قابلیت رو میده دوربین سلفی و دوربین جلوتون همزمان با هم دیگه رکورد کنن ویدیویی که دارید و میتونید توی ادیت ویدیو ازش استفاده کنید که خیلی ویدیوهاتون رو باحال میکنه. پردازنده A18 جای خودش رو داده به پردازنده A19. 20% سریعتر شده و توی کارهای گرافیکی 30% قوی‌تر شده که شما تفاوت رو توی گیم یا رندر گرفتن ادیت ویدیوهاتون میتونید داشته باشید و لذت ببرید که چقدر روون‌تر شده گوشیتون. گزینه بعدی باتریه. عمر باتری شما از 24 ساعت تبدیل شده به 30 ساعت. البته اینم به شما بگم که این خیلی چیزا بستگی داره. مثلا ما توی ایران همیشه وی پی انمون تقریبا روشنه که این خیلی تاثیرگذاره. یا گشتن شما تو سوشال مدیا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و چیزای دیگه کرد. این چیزی که میگن صرفا برای دیدن ویدیوه که مثلا شما 24 ساعت ویدیو میتونید ببینید با باتری 100% و کامل هندل میکنه، تبدیل شده به 30 ساعت. به این شکل مقایسه میشه، نه اینکه توی کاربرد روزانه یا سوشال مدیا یا هر چیز دیگه. خلاصه کلی بخوام تقدیمتون کنم، صفحه نمای 60 هرتز شده 120 هرتز، دوربین از 1248 شده، از اون طرف سی پی یو از 18 شده 19 و علاوه اون از 24 ساعت تایم پلی شده 30 ساعت تایم پلی. و نکته جالبی که هست، آیفون 17 نرمال از 256 حافظه‌اش شروع میشه. 128 توی سریای 17 دیگه نداریم ما که نکته خیلی خوبیه. از لحاظ دلاری هم قیمتش با 128 16 نرمال یکیه که بازم به نظرم خیلی عالیه. میشه گفت توی این قیمت تقریبا رقیبی نداره آیفون 17 نرمال و ارزش خرید خیلی بالایی حتی نسبت به سریای 16 هم داره. مرسی که ما رو دنبال کردید. امیدوارم چیزایی که بهتون گفتم براتون مفید باشه و دوست داشته باشین. ما رو دنبال کنید.